با گذشت وقت تکنیک و تکنولوژی‌ها رو به ترقی و رشد نهاده ایستادند. از این رو در برابر املای زبان‌های کشورهای خارج که در خاطره کامپیوترها موجود است، داخل نمودن املای زبان تاجیکی نیز موافق مقصد است. برنامه مذکور از جانب مرکز رشد تکنولوژی اطلاعاتی ظفر عثمانوف تهیه گشته است که در تاجیکستان نخستین برنامه در این سمت به شمار می‌رود. با مقصد بررسی نمودن برنامه نو اختراع شده در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند کنفرانس نظریه و عملی برگزار گردید. طبق اطلاع داده شد برنامه کارکردی متن اوپن آفیس قادر است غلط‌های املای زبان تاجیکی را هنگام نوشت آشکار کند. با اندیشه متخصصان ساحه اصلا برای تهیه برنامه املای زبان تاجیکی در نظام اوپن آفیس نزدیک 15 نفر در دوام یک سال زحمت کشیدند. ما تصمیم گرفتیم که دوره همین لایحه اوپن آفیس به مدل برنامه‌های رو ترتیب داده جاری کنیم که تفتیش املای زبان تاجیکی را براه ماند. منفعت بخش این لایحه کیا میباشند؟ منفعت بخش این لایحه استفاده برندگانی که بی‌واسطه با زبان تاجیکی متن وارد میکنند، کاربست میکنند و عموما دلخواه شخصانی که داخل تاجیکستان بیرون از آن متن تاجیکی را در حجت نگاریشان استفاده میبرند. اوپن آفیس با برنامه در تاجیکستان معمولی میکروسافت آفیس خیلی شباهت دارد، ولی چون آزاد اساس است و رایگان پهن کرده می شود ما می توانیم که در آن تفتیش املای زبان تاجیکی را براه مانیم. این برنامه در عائله برنامه‌های میکروسافت، لینوکس و حتی مکینتوش نیز کار کند. برای تهیه این برنامه آنها 1 میلیون صفحه متن تاجیکی را گرد آورده کلمه‌های از روی بسامد یا شماره استفاده رده‌بندی کردند. در نتیجه 68,000 ریشه‌های یگانه ذخیره لغوی زبان تاجیکی گرد آورده شدند. این برنامه قادر است خطاهای املای زبان تاجیکی را از متن زبان تاجیکی یافته به خط سرخ اشاره کند و هنگام پخش تگمچه درست نویسی شکل درستی نوشت کلمه را پیشنهاد نماید. باید گفت که این برنامه با نظرداشت آخرین تغییرات در املای زبان تاجیکی تهیه شده است. همچنین قید گردید که حالا این برنامه تنها اشتباه‌های املایی را اصلاح می‌کند و خطاهای جمله سازی را نمی‌شناسد، اما قرار است در آینده غلط‌های جمله سازی با خط سبز اشاره شوند. گروه برنامه‌سازان مرکز رشد تکنولوژی اطلاعاتی ظفر عثمانوف با شرکت میکروسافت آفیس نیز در ارتباطند و تلاش دارند در آینده این شرکت در بسته نرم افزارهایش برنامه تفتیش املای زبان تاجیکی را نیز جای دهد.